ده‌ها دانشجو سال نو تحصیل را در مرشیروف آغاز می‌کنند. آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار می‌شود. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هیچگاه گذراندن مرشیروف را قطع نکردند. چند وقت مشق می‌کنید؟ دهم مشق داشتیم. دهمی چی؟ دهمی اول. از دهم چی؟ آگوست؟ نه آگوست. دانشجو کجاست؟ صاحبکاری. خب خیلی از مثلا خوراک رو میتیا نمیتیا؟ همش 100%. چی میتیانه؟ هر روز هر چی. چی میتیا؟ همین خوراکا. سحر 6 میبینیم تا همین 8 هر خیلی. همین مشروب چی میتیا برای شما؟ خیلی چی میتیا؟ خوری سیاسی دولتی خیلی بالا افریقا زمانگی. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که شرکت‌داران مرشیروف بر رعایت قاعده‌های بهداشتی چندان دقت نمی‌دهند. بیشتر این دانشجویان نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی‌کنند. پیشتر مسئولین وزارت تندرستی گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشیروف شرکت کردند واکسن ضد کووید 19 گرفتند. دانشگاه‌ها هم از صحنه مرشیروف چندان فرق ندارند. مؤسسه‌های تعلیمی از مکان‌های سیرآدم می‌باشند که به گفته متخصصان خطر پنجشنبه کرونا ویروس در چنین مکان‌ها زیاد است. مسئولین می‌گویند برای کاهش این خطرها آمادگی دیدند. امسال که سال تحصیلی سال 2021-2022 که با دوره پاندمی راست میاد، البته آمادگی دانشگاه به نهایت زیاد است. اول خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه‌های دانشجویان، اتاق‌های کاری، همه صنفخانه‌ها به ضرر گردانده میشوند. بیوسته در تعطیل هم که باشد قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی و آموزگاری تاجیکستان از واکسن گذرانده شدند. نداشتن نقاب و رعایت نشدن فاصله اجتماعی به گفته متخصصان میتواند خطر پنجشنبه کرونا ویروس را بیشتر کند. از صحبت‌های مسئولین چنین برمی‌آید که گذرانیدن واکسن آنها را تا جای خاطر جمع کرده است. هرچند متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پر از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی‌کند. در تاجیکستان 250,000 دانشجو در 41 دانشگاه و دانشکده تحصیل میکنند، ولی مقامات نمیگویند که چقدر از دانشجویان در مرشیروف شرکت دارند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.